سلام، اینجا رستاک و من همچنان رضا سلاورزی هستم. توی این قسمت رستاک میخوایم به تحلیل عشق از نگاه اگزیستانسیالیسم بپردازیم. موضوعی که خیلی جالبه به نوبه خودش. حالا رستاک اصلا چیه؟ ممکنه قسمت اولی باشه که از این مجموعه رو میبینی و لازم دونستم که توضیحش بدم. ما توی رستاک به مسائل روانشناسی میپردازیم که توی روزمره همش به سر و کار داریم، یا یه سری اتفاقات توی زندگیمون توی روزمره میفته که همش فکر میکنیم این موضوع چرا من همچین انتخابی داشتم، به چه دلیل اصلا رخ داد، من که نمیخواستم اینو انتخاب کنم و خیلی دلایل دیگه. خب بذارید اینجوری شروع کنم. آیا معنی زندگی برای یک عده خاصه، یک عده‌ای که خارق‌العاده‌ان و خیلی فکر میکنن، یا نه معنی زندگی برای بقیه افراد هم هست؟ بهتره بگم که زندگی همه افراد معنی داره، ولی معنی زندگی همون فرق داره. یکی زندگی رو تو کار میبینه، یکی زندگی رو توی خانواده میبینه، یکی توی خودکاوی میبینه، یکی توی درس خوندن میبینه، یکی توی هنر میبینه و یک سری افراد زندگی رو توی عشق میبینن. موضوعی که در این قسمت میخوایم بهش بپردازیم، عشق از نگاه اگزیستانسیالیسم. مسئله‌ای که بهتر از اول براتون بگم این که واژه سخت اگزیستانسیالیسم یعنی چی؟ اگزیستانسیالیسم معناگراها هستن، کسایی که به معنی خیلی توجه میکنن و بهتر بگم که رویکرد وجودگرایی یا وجودی رو دنبال میکنن. برای شروع مسئله عشق بهتره که به مفهوم عکس اون بپردازیم، تنهایی. مسئله‌ای که ما توی زندگیمون هر روز باهاش سر و کله میزنیم. ما انسان ها ذاتاً تنهاییم، یعنی مفهومیه که همیشه ازش فراری هستیم. ما دست به هر کاری میزنیم که از اون تنهایی فرار کنیم، ولی زمانی میتونیم یک فردی رو در کنار خودمون داشته باشیم که تنهایی پذیرفته باشیم. تنهایی خیلی موضوع مهمیه و یه موضوع اساسی تری که اینجا باید بیان بشه، چرا عشق؟ ما که دوستامون هستن، خانوادهمون هستن، ولی ما در تمام این ارتباطاتمون با دوستمون، با خانوادهمون، با سایر افراد، همکارمون، داریم یک بخش زیبا از خودمون نشون میدیم. یک پاراگراف یک کتاب که خیلی دوست دارن بخونن و ما داریم بهشون نشون میدیم. جوری که اونا دوست دارن ما داریم زندگی میکنیم. ولی داستان توی عشق فرق داره. عشق در واقع اون فردی که عاشقش هستیم، اون پارتنر ما، میاد که ما خودمون باشیم پیشش. جالبه براتون که بگم که انسان نسبت به آموختن کلا گارد داره. اینکه بخواد یه چیزی بهش در واقع تربیت بشه خیلی سخت بشه. ولی توی مسئله عشق این داستان نیست. عشق آموزنده افراده. افراد توی مسئله عشق از اون پارتنرشون، از اون فردی که باش توی رابطه هستن یاد میگیرن بدون ذره‌ای در واقع گارد داشتن نسبت به اون مسئله. خب بهتره به این بپردازیم که ما جذب چه افرادی میشیم. ما جذب چه افرادی واقعا میشیم؟ خیلی ممکنه بگن که من دنبال یه آدم هستم شبیه خودم، اخلاقیات خودم رو داشته باشه، حالا همون جوری که من لباس میپوشم بپوشم، اون کاری که من میکنم رو انجام بده، ولی اینطوری نیست. بهتره بهتون بگم از نگاه این روی کرد که همینجا ذکر کنم منبع این صحبت کتاب معنای زندگی آلن دوباتنه. بیان میکنه تو این کتاب که ما جذب افرادی میشیم که در واقع نقطه متفاوت ما هستن، نقطه عکس ما هستن. ولی چرا جذبشون میشیم؟ چون اون بعدی از ما که نداریم و در واقع شاید کمرنگ شده توی ما رو زنده میکنن. در واقع افراد میان که همدیگر رو تکمیل کنن، اون حفره های همدیگر رو پر کنن و به همین دلیل ما جذب افرادی میشیم که نقطه مقابل هستن. ولی در ادامه لازم به ذکر که یه مثالم براش بذارم که شاید ساده تر مسئله درک بشه. من آدمی هستم یا شما آدمی هستید که خیلی مشغول کارید، تفریح ندارید، خیلی به خودتون اصلا نمیرسید، همش کار کار کار، معنی زندگیتون شده کار. دنبال فردی میرید که تفریحی داره از خودش. چرا؟ چون با اون میتونید تفریح کنید، کاری که خودتون نکردید. به معنای ساده ما کسی رو انتخاب میکنیم که با اون نازیسته های زندگیمون رو زندگی کنیم.
یه مسئله بیان میشه، سوال ذهنی اکثر افرادی که با این رویکرد معناگرایی ممکنه یه آشنایی داشته باشن. میگن که آقا رویکرد معناگرایی مگه نمیگه تنهایی، مگه نمیگه ما از تنهاییمون لذت ببریم؟ بله، کاملا همینطوره. ما اول باید خودمون رو به صورت تنها بشناسیم، بدونیم چی میخوایم از خودمون. حتی مسئله اوله. ولی خود آقای یالوم که دیگه فکر کنم آشنایی باش دارید، آقای یالوم بیان میکنه که ما نباید از تنهایی فرار کنیم. یعنی یکی از مدل‌های این که ما از بعضی افراد خوشمون میاد و بیان میکنه که مراقب باشید، عشقی که میگید من عاشق طرف هستم از روی فرار از تنهایی نباشه. خودش بیان میکنه که آقا تنهایی خوبه ولی توی طولانی مدت سرسام آوره، طرف دیوونه میشه. یعنی میشه همش تنها باشه. یک فردی هست که وجودش واسه لذت برای من فرد بشه. در واقع بیان میکنه که ما پذیرفتیم که تنهاییم، همین که پذیرفتیم، حالا اون فردم پذیرفته که تنهاست، ما میایم این تنهایی همدیگه رو با همدیگه شریک میشیم، به این شکل از وجود همدیگه لذت ببرن. ولی عشق بالغانه چیه؟ چون آقای یالوم خیلی روش معتقد بوده و تاکید کرده. عشق بالغانه عشقیه که شما از همین تنهایی مطمئنی، میدونید که ما ذاتاً تنهاییم، پذیرفتیم این مسئله رو و طرف مقابلم پذیرفته. و عشق بالغانه عشقیه که شما توی این مسیری که با هم همراه هستید باعث رشد همدیگه بشید. یعنی از نظر جسمانی و روانی طرف مقابلتون رشد پیدا کنه به واسطه شما یه مقداری در برابر طرف موظفید توی این مسیر رشدیش. خب امیدوارم که تا اینجا قشنگ بوده باشه. سعی کردم به صورت مختصر توضیح بدم. اگه نیاز باشه به جمع‌بندی بهتره بگیم که در واقع معنی زندگی بعضی آدم‌ها همین عشقه، ولی مراقب باشید که چجوری عاشق میشید، به چه واسطه‌ایه و قبل از هر چیزی یا تنهایی خودتون رو شناختید یا برای فرار از اون تنهایی وارد رابطه میشید. یه مسئله دیگه هم که خیلی برای خودم قشنگ بود، عشق تعابیر متفاوتی داره از نظر هر رویکرد. و یک تعبیری که خیلی جالب بود، عشق رو اعتیاد میدونن. چرا؟ چون همون فاکتورهایی که توی مغز فعال میشه برای اعتیاد، برای عشق هم همون فعال میشه. یعنی دوپامین میره بالا و سرخوشی داره فرد. و ممکنه دیده باشید وقتی طرف عاشق یک فردی بوده و ازش جدا شده، یا حالت بدن‌دردی، دقیقاً انگار در واقع فرد دچار اعتیاد شده، همون حس رو داره. و به همین دلیله که میگیم که تعابیر متفاوت، دیدهای متفاوت و مهمتر از همه زیبایی روانشناسی همینه، ته نداره. اینطوری راحت‌تر بهتون بگم، تعابیر متفاوتی داره از هر موضوع، یک 100% و یک پروتکل خاص نیست. نگاه‌های متفاوت، ویژگیش به نظر من همینه. شما نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. در آخر باید بیان کنم که اعتبار هر پادکست یا تاک شو یا هر چیز دیگه‌ای که به صورت مجازی هم حالا خصوصا خیلی مهمه، اینه که بیننده‌هاش ازش حمایت کنن. ممنون که با به اشتراک گذاری این پادکست از این برنامه حمایت میکنید.